وقت خوش. امید دارم که عالی باشید، با نشاط و انگیزه روی متتون حاضر شده باشید. امروز اومدیم برای یک تمرین اصلاحی. تمرین برای کسانی که با استرس و اضطراب‌های روزمره احساس درد و گرفتگی پشت عضلات گردنشون و پشت شونه هاشون دارن. این تمرین کمک میکنه که بتونیم عضلاتی رو که به خاطر استرس منقبض شدن رو رها کنیم، اکسیژن لازم و گردش خون لازم رو به عضلاتمون برسونیم برای اینکه حالشون بهتر بشه، درد رو رها کنن و به وضعیت اولیه خودشون برگردن. نکته‌ای که اینجا لازمه بگم، طبیعیه که به خاطر استرس و نگرانی عضلات گردنمون درد میگیره. این به خاطر اینه که وقتی که ما احساس اضطراب و نگرانی سراغمون میاد، خود به خود عضلات گردنمون منقبض میشن تا از ستون مهره‌هامون، گردنمون و سرمون دفاع کنن. و به خاطر همینم ما وقتی که نگران میشیم، مضطرب میشیم، احساس درد و گرفتگی پشت گردنمون و عضلات پشت شونمون احساس میکنیم. امروز اومدیم با چند تمرین خیلی راحت و چند تنفس عمیق و آگاهانه این دردها رو از بدنمون بیرون کنیم. من دانیال به همراه همسرم متین اینجاییم که در کنار شما تمرین کنیم برای سلامت و رشد ارتقای توانایی‌های بدنمون. با نام و یاد پروردگار تمرینمون رو شروع می‌کنیم. لطفاً روی متتون قرار بگیرید. میتونید از یک آجر یوگا استفاده کنید، زیر نشیمنگاهتون بذارید تا بدنتون یه مقدار بالا بیاد که بتونید ستون مهره‌هاتون رو صاف نگه دارید. اگر هم میتونید در همین وضعیت صاف و راحت بشینید، پاشنه پا رو میتونید بیارید بالای مچ پا، روی پا کاملا کشیده و صاف روی زمین قرار بگیره و ستون مهره‌هاتون رو صاف نگه دارید. دست رو روی زانو، از استخوان بازو دست رهاست. پشت گردنمون رو صاف میکنیم، آگاه میشیم به نفس هامون. چند لحظه‌ای گردنمون رو صاف بدون حرکت نگه میداریم. میتونید به یک نقطه روبروتون نگاه کنید. دقت داشته باشید، یک دم عمیق میگیریم. با رها کردن بازدم عضلات پشت گردنمون رو رها میکنیم به سمت پایین. وزن سر و جمجمه‌مون سر میخوره، میاد به سمت پایین، رها میشه به سمت جاذبه. دوباره با دم سرمون رو میاریم بالا، به روبرو نگاه میکنیم. با بازدم رها میشه. با دم میاد بالا. بازدم رها. خیلی باید آهسته و روون انجامش بدید. با دم میاد بالا. با ریتم نفس‌های خودتون میتونید انجامش بدید. بازدم رها. دم بالا. از درون با بازدم عضله گردنم رو رها میکنم. وزن سرم به سمت جاذبه رها شده. با دم میایم بالا. حالا با بازدم میریم پایین. نگاه به زمین چند لحظه مکس.
همینجا تنفستون جاری باشه. با عضلات پشت گردنتون نفس بکشید. دم میگیریم، عضلات پشت گردنمون پر میشه از اکسیژن. باز دم رهاش میکنیم. دوباره با دم عضلات پشت گردنمون پر میشه از اکسیژن. با بازدم رهاش میکنیم. بار آخر دم، بازدم رها. با یه دم میایم بالا، نگاه به رو، ستون مهرا صاف. با یه دم سرمون رو میاریم بالا، به بالا نگاه میکنیم. با بازم سرمون رو خیلی روون رهاش میکنیم به سمت پایین. دم بالا، بازم رها. طول حرکت با طول تنفسمون یکیه. دم بالا، بازدم رها. هر بازدم فرصتیه واسه رهایی. دم بالا، بازدم عضلات گردن رها، وزن سر رها. کشش رو پشت گردن احساس میکنیم. با دم دوباره میایم بالا، بازدم رها. سعی کنید چشماتون مسیر رو ببینه، نقطه به نقطه رو ببینه. دم بالا، بازدم میایم مرکز. سرمون وسط قرار میگیره، نگاه به رو. دستامون رو میاریم بالا، باز میکنیم، قفسه سینمون باز میشه. دست راستم میاد روی شونه چپم، دست چپم میاد روی شونه راستم. طوری این نقاط رو به هم متصل کردیم، کف دست و شونه ها رو، که عضلات پشتمون احساس کشش میکنن. حالا دم میگیریم، با بازدم سر رو میاریم پایین، آرنجا رو رها میکنیم به سمت پایین. میمونیم روی کشش، نفس میکشیم. مکس. با دم میایم بالا، نگاه به رو. بازدم رها. همینجا نفس میکشیم. با یه دم میایم بالا، دوباره با بازدم رها میشیم. پایین مکس، تنفس جاری. با دم میایم بالا، بازدم پایین. مکس، تنفس جاری. دم بالا. دستامون رو باز میکنیم، دستامون میاد روی زانوهامون. دستامون رو سر میدیم پایین زانو، پشت گردنمون رها میشه، پشت شونه هامون، کتفامون کشیده میشه به سمت جلو، گرد میشه به سمت جلو. با دم میایم بالا، قفسه سینه رو میاریم بالا، دستامون رو یه مقدار میاریم عقب‌تر، روی ران قرار میدیم. سرمون نگاه به افق داره، یه مقدار رو به بالاست. شونه ها رو کشیدن به سمت عقب. دوباره دست سر میخوره پایین، رها، تنفس جاری. دم بالا.
نگاه بالا رو به افق. باز دم رها. تنفس جاری. دوباره دم بالا. اینجا شونه ها و کتفا رو میکشیم به سمت عقب، نگه میداریم. باز دم رها. تنفس جاری. دم بالا. خب خیلی نرمال دستامون دوباره میاد روی زانوهامون. دستا رو میبرم میذارم پشت بدنم، روی پنجه دست سر انگشتامون دستامون رو میذاریم، قفسه سینمون رو میاریم بالا بدون اینکه خودمون رو بخوایم رو به عقب رها کنیم. فقط دستامون رو میذاریم پشت بدنمون که قفسه سینمون باز بشه. سرمون رو به افق نگه میداریم. عضلات کتفمون به هم نزدیک شدن. تنفس جاری. دم عمیق. باز دم رها. دست راستم رو میارم بالا، نگه میدارم در راستای 45 درجه است به کنار. یعنی اگه عقربه 12 باشه دستم روی عقربه 2 قرار داره. دم میگیرم، با بازدم دستم میرسه به زانوی مخالفم، نگاه هم به همین نقطه. با دم میام بالا، سر نگاه به افق. بازدم دست رها میشه، اصلا هیچ تلاش بیش از حدی ندارم. دم بالا. باز دم رها. اینجا کشش رو پشت عضلات شانه و کتفم احساس میکنم. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. از همینجا دستم میاد پایین، سر جای قبلی خودش قرار میگیره. تنفس جاری. لبخند بزنید. دست چپ رو میاریم بالا. باز دم رها. دست میاد روی زانوم، نگاه هم به دستم و زانوم. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. باز دم رها. خیلی آروم بدنم حرکت میکنه. دم بالا. باز دم رها. بار آخر دم بالا. باز دم رها. دم بالا. دستم میاد سر جای قبلی خودش قرار میگیره. قفسه سینم بیرونه، ستون مهرام صافه، سرم نگاه به روبرو داره. یه مقدار زیر چانه رو به سمت بالا میگیریم. حالا از همینجا دستم رها میشه، کف دستم میاد به سمت جلو، از تیغه دستام به همدیگه میچسبه. با دم میایم دستا رو میذاریم کنار لگنمون. باز دم سر میخورم به جلو. با دم برمیگردیم. باز دم رها. دم بالا. لطفا لبخند بزنید. باز دم رها. دم بالا.
باز دم رها. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. باز دم رها. دم بالا. ستون مهره‌ها صاف، گردن صاف، کف دستا رو میذاریم روی زانومون. بدنمون رو سعی میکنیم به صورت نرمال هر چقدر میتونیم صاف نگه داریم. نیازی نیست تلاشی داشته باشیم، میتونیم بدنمون رو راحت نگه داریم ولی بدنمون رو دیگه ول نمیکنیمش، طوری که بتونیم صاف باشیم اما تلاش بیش از حد نداشته باشیم، بدنمون راحت باشه. برای چند لحظه چشمامون رو میبندیم، آگاه میشیم به نفس هامون. ازتون میخوام همینطور که دارید نفس میکشید اکسیژن رو به سمت عضلات گردن، شانه و کتفاتون هدایت کنید. دم عمیق. باز دم رها. دم عمیق. باز دم سر رو به سمت پایین رها میکنیم. با یک دم چشمامون رو به بدنمون باز میکنیم. خودمون رو میبینیم. خودمون رو دوباره ملاقات میکنیم. حضورمون رو دوباره به یاد میاریم. شاکر حضورمون هستیم، از اینکه فرصت دوباره زیستن داریم. امیدوارم که تمرین امروز براتون سرشار بوده باشه از سلامتی و آرامش. هر جا هستید درخشان و شادمان باشید. توکل کنید به پروردگار و جهان هستی. در آرامش باشید. نماسته.